سلام جنگولکای من، خدا وکیلی به تک تکتون صد میدم و خیلی ممنونم از اینکه حمایتمون میکنید. دوستتون دارم جیگرا. ما بریم اول. خدا بریم اول. بفرمایید. این پاتمزاری بند میری دیگه. خیلی خب مواظب باشین. نگاه چیکار کردین؟ کنن چیکار کردین؟ بیا خالی بیا. کردن اینجا. برین چی من بیا مامورو من نگاه اینجوری بپر. پم بس. پام گرفت مال مویم. وقتی بری چی افتادین اون بلند شو پام در گیره. بلند شو. افتاده خود چه انداخته رو ما. بری چی میکنن اینا برای چی اینجوری میکنن؟ این آدم میپری دیگه. آره دیگه بیا تو هم بیا کاری نداره. یه پسونک تو بخوای؟ نموشوهای میخوام. زود تو همه بچه ای؟ نه زود نی. واسه بگه که من تو بچگی با این رفیق بودم، خب تو مشنبا میگوزیدیم میبردیم سر کوچه هرکی رد میشه میترکونیم. خیلی حال میداد، اصلا بوی بلند میشد. چی بزنم؟ مدرسان کثیف بسته هاش عالیه، همه رو بردن، همین یکی مونده فقط برامان. مدرسان کثیفه؟ جدی میگی؟ کلاس کجا برم؟ کلاس فقط مدرسان کثیف. سگ‌ها بسیار حیوانات مهربونی هستند. نگاه به چشای مظلوم این فرشته بکنید، ببینید چقدر خوب نگاهتون میکنه. نگاه عجب. باش سرگیز جلو دور بیده حیوان چه برقصد بی ناموس. من نگفتم جلو دور بکن تو ندونم تو. مامان جان ما یه بستنی میخوام بخرم تو رو خدا. ماما ول کن. الله اکبر. تو خیابون داشتم راه میرفتم تو پیاده رو دیدم دوستم داره میره، گفتم صداش کنم، گفتم اولاغ 6-7 نفر برگشتن کوب کرد. خدا با این دورخیزی که کرده میخواد تو رو جر بده. بشین و تماشا کن، نگاه کن. الله پشمام ریخ ناموسم. میگه ما اینجا میدونم هممون دیدیم که تو اینجایی، میدونیم. سه گردن یارو خوب کن ناموسم. یکم نیاره هم بزنم. همه کار سخت‌تر میدیم. چی کار دارد میکنه این پسر؟ چی درست میکنه؟ چی داره درست میکنه؟ خاله برای سال نوی میلادیه. میلادی کی هست دیگه؟ برای منم بزنی. میلادی پسری صدق خان مایی نه خاله میلادی، تقویمی میلادی. خیر خب هده بذار یکم بزن که بود رضا پس کنم. سکته نکنی مسایی. نه بابا تمام قشنگ هم بزن که اینا خودی هم بره. نه چیزی باید اضافه کنم؟ شنبلی لساس آشپز خونه منو فقط به جهر نکشی. نه تریک خودتون باید تمیز کنی. نه حواسش از خودش. حالا قدامی میخواد با قیز هم بزنی. برو برو آرتی نشی. لباس دیگه نبود که بپوشم. چی کارش کردی که بیره گوه گرفته؟ چون یه بار توش گوزیدم. سلام صبح بخیر. هولی جیزس کرایست. این چیه دیگه؟ وای مگه داری؟ میگن اگه باید خوب باشم اون ماشینات میخری. کدوم ماشینا؟ اون ماشین خوبه که خودت داری. اونا آره تو قول بدی پسر خیلی خوبی باشی. من بزن قدش قول میدم برای اینو بخرم. ناصر یه دونه اون ماشین لیموزینا بده ببین دست در. محمد جلو اونو بگیر داره گل میزنه احمق. نقی ای بابا اینا فقط در ریدن همون فیلم نگرفتم. یعنی میگی من مردم؟ پسر جون مغز خر خوردی مگه شما؟ الان اومدی اینجا با پیریا زندگی کنی؟ نه من پیری نمیخوام، من هوری میخوام. هوری باریکلا دختر خوب مشقات بنویسی. به سلام علیکم. حال شما؟ سلام دختر خوب. باریکلا یک دستشویی پیدا کن برم. خدا بیاین عرض بلکن دستمه بلکن خانم دختر خب دادم هی حمال سینگ اومده جمع کنی. کور خوندید. شهین و مهین و اقدس پیشکشتی هم برده است. لایک و کامنت همین الان فوری فوتی بزن.